الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. بحث دیشب و ادامه اون بحث ها این بود که مقام زن در اسلام و مخصوصا از دید عرفا چگونه هست و اینو مقداری باز کردیم. حالا نمیخوام خیلی تو جزئیاتش وارد بشم چون میخوام یه نکته این دفعه تموم کنم و اون روایات مختلف رو خوندیم، مخصوصا اون روایت نبوی که نسا رو در عرض نماز مطرح کرد و لذا اینجا نشون میده که نسا خانوم ها هم یک جنبه ظاهری جمالی بیولوژی دارن که مهم هست و خوب هست، اما به این بر اکتفا نکرد، یک جنبه ملکوتی هم دارن و همونطور که نماز آدم رو به معراج میرسونه و ملکوتی هست، این استعداد هست در خانم ها. این نکته بود، ولی دو جنبه پیداست و دو جنبه مهم هستند. اگر یک جنبش رو بگیرید، مثلا جنبه فیزیکی و اون جنبه رو نگیرید، یه صدماتی خواهد رساند به شخص. اگر هم اون جنبه ملکوتی رو فقط بگیرید و ظاهری رو ترد کنید، اینم عواقب خودش رو داره. خلاصه تو این وادی داشتیم صحبت میکردیم، یه متنی از فتوحات ابن عربی شروع کردیم به خوندن و داستان حضرت موسی رو و دختران شعیب به اندازه کمی حالا اونو شروع کرده بودیم و اونجا داشت ابن عربی میگفت که این صفات رو خانم داره و به خاطر همین این اهمیت رو داره و در عرض نماز هم مطرح شده. این ادامه اون حرفای دیشبه. فإن النظر العقلی، این ببخشید من عربیشم میخونم چون بخیر ضبط میشه، بعضی دنبال میکنن این ضبط ها رو. یکی دوتا عرب زبانم هست در میان ما، گفتیم حالا اینا فارسی نفهمن لااقل اصل رو چیز کنن. فإن النظر العقلی لا یعطی ذلك لبعده عن الشهوة الطبیعیه و ما علم هذا العقل انه، عقل محض، ما یه قوه عقل داریم، قوه شهوی داریم، قوه غضبیه داریم. ابن عربی میگه این نکته که ما درباره زن گفتیم و دوتا جنبه هاش رو گفتیم، ظاهر و باطن، میگه عقل محض، عقل نظری اینو درک نمیتونه بکنه این نکته رو. چرا؟ به خاطر دوریش از شهوات. میخواد یه انفکاکی بین عقل و اون قوای شهوی ما، اون قوی که امیال و میل‌های مختلف سربشه ما میره به سمتش، میگه اینا بالاخره جدان. بحث زن وقتی پیش میاد بالاخره بحث شهوت مهمه و قوای شهوی، میل به خانم هست. ما داریم میگیم این میل هم ظاهری هست هم باطنی. میگه آقا عقل اینجا محدوده، به عمق مطلب نمیتونه درک کنه، چون عقل نظری این دوره از اون قوای میلی و شهوی و آنچه که این عقل میدانه و ما علم هذا العقل اینه که ما
ما تنزه عن الشهوة لطبیعیت الحیوانیه فی زعمه الا به شهوت طبیعیه. اون چیز که عقل درک میکنه اینه که اگر ما بخوایم شهوات حیوانی رو ما سرکوب کنیم، لابد و ناچاریم که اصلاً بیاییم شهوات و امیال رو و قوای شهوی رو به طور کلی سرکوب کنیم. این عقل اینطوری درک میکنه و این شهوات طبیعی حیوانی از مصادیق قوای شهوت ماست. میگن اینو میخوایم ما سرکوب کنیم، الا ولا بود باید بیایم از راه اصلا بیایم این قوه رو سرکوب کنیم. بالاخره یه تعارضی هست بین عقل و شهوت. اینجا ابن عربی میگه اونهایی که این رو میگن و هذا اجهل الجاهلین، این جهالت از جاهلترین نوعشه. مگه قوه شهوت لازمه و مهمه. شما میخوای این قوه شهوی رو سرکوب کنید. خب این اگه شما این کار رو بخوای بکنید، این به اون معنا نیست که بیا اصلا شهوت رو به تمامهی از بین ببرید. اگر از بین ببرید شهوت رو، منع کردید خودتون رو از درک مقام این زن. بالاخره درک زن چه ظاهر چه باطن از قوای شهوته، نه عقل محض، و لازم دارید شما به این قوه شهوی. و جالبه که تو قرآن کریم وقتی بحث لواط پیش میاد و حرمت لواط اینطوری وارد بحث میشه. انکم، حضرت لوط به زبان حال ایشونه، انکم الان یادم نیست از زبان حضرت لوط یا خود داره میگه، انکم شماها قوم حضرت لوط لتأتون الرجال شهوة من دون النساء. ببین میگه شما برخورد میکنید میرید به سمت مردها از لحاظ شهوت، نه زنها. ببین لذا اینجا امر اینه که به سمت زن برید با شهوت. این سرکوب کردن قوای شهوی این ما نداریم تو اسلام. این رو ادیان قبل مثل هندوها و اینها، بله اونجا یک عناصری دیده میشه که آقا این اصلا میخوان این قوه امیال رو میل به غذا، میل به امور جنسی، میل به چیز دیگه اصلا ناخوان سرکوب کنن. سالها مثلا اینطوری میخورن، سالها مثلا با جنس مخالف چیزی کاری ندارن و شاید یه فایده هایی برسونه به شخص، شاید یه قطعی از دنیا برسونه، بی ثمر نیست، ولی راه کمال این نیست. از این راه های اکمل موجوده. ولی جالب اینه که قرآن میگه شما دارید به سمت مردها میرید، بعد میگه شهوتن. این شهوتن رو میشه به طور مطلق هم گرفت وقتی باطنش رو میگیری. بله مصداق قصه اینجا شهوت جنسی، ولی باطنش که زمان بر نیست به زمان و مکان و تا روز قیامت درس آموز هست برای ما، اینه که اصلا شما هر نوع شهوت خب با زن مشترک باش، چه شهوت جنسی، چه خوراکی، چه علمی، همه جور شهوات، چه کاری، مرد با زن باید اینو رو انجام بده.
این کمال برای یک جامعه است. هر نوع شربت. لذا تو عرفا میبینید گاهی مثلا اینا که رفیق باز هستن، مثلا مجرد نیستن، زن دارن ولی هی میرن رفیق بازی با دوستای مثلا مرد، شبها برای ساعتهای زیاد و خانومه مثلا تنهاست تو خونه. این از لحاظ باطنی قشنگ نیست. نمیخوام عین واژه رو استفاده کنم که عرفا چی گفتن، چون یه بار تو لس آنجلس استفاده کردم، یه هیاهویی پیش اومد اونجا، لذا یکم دیدم حساس بود. با اینکه تو کالیفرنیا معمولاً افراد خیلی بازن، من احساس میکنم راحت تر میتونم مطالب رو بگم، ولی وقتی لس آنجلس اینطوری شد دیدم یکم نه حساسه. البته سن دیگو خیلی بازه. آره تو سن دیگو خیلی آزادم، راحتم. آره بله اونجا نرفتم. بعد ادامه میده، یکم اینجا ظریف میشه. حالا تا همه شما میخونم ولی یه جاهایی نمیتونم حالا خیلی باز کنم. ولو لم یکن من شرف النساء الا هیئت السجود لهن عند النکاح. میگه اگر شرف زن و مقام زن هیچ چیزی دیگه نبود به جز یک نکته، البته زن خب شرفش خیلی عوامل زیادی هست، میگه فرض کن نبود هیچی به جز یک نکته، اون هم هیئت، اون همون هیئت فارسی هم داریم، اون موقعیت یا هیئت سجده در زمان نکاح. فقط این اگر فقط بود. بعد میاد سجده رو حالا کم باز میکنه و سجود اشرف حالات للعبد فی الصلاة. میخواد سجده رو خیلی تمجید کنه که تو نماز بالاترین حالت برای شخص سجده است. میگه اگه شرف بزن هیچ چی دیگه نداشت به جز یه چیز، هیئت سجده زمان نکاح. حالا اونو نمیخوام الان اینجا جاش نیست. بعد میاد میگه سجده چقدر مهمه. میگه ولولا خوفی ان اثیر الشهوة فی نفوس السامعین، و اگه من ترس نبود در من که این حرفی که من میخوام بزنم نسبت به این هیئت سجود عند النکاح، اگه خوفی نداشتم که این شهوت رو برم نمیانگیخت در نفوس و نفس شنوندگان، فیؤدی ذلک الی امور یکون فیها حجاب الخلق اما دعاهم الحق الی لجهلهم. و اینکه اینا میگفتن من این مطالب رو، این سبب میشد یک حجاب هایی بر قلب افراد ایجاد میشد. حجاب از چی؟ از آنکه خدا داره دعوت میکنه. برای چی حجاب واقع میشد وقتی من این حرفا که میزدم؟ لجهلهم، به خاطر جهالت مردم. بما كنت اذكره في ذلك ولكن له مواطن يستعمل فيها. وقتی حرفایی که من بزنم نسبت به این حرفا، اینا جهالتشون سبب میشد که حجاب بشه براشون و محجوب بشن نسبت به آنچه خدا میخواد بگه. و لذا یک مواطنی خاصی باید این بحثا رو مطرح بکنیم. ایشون میگه اگه این نبود، اگه اینا نبود، لأظهرت من ذلک، من یقینا اینها رو ظاهر میکردم، این مطالب رو. ما لا یظهر علی فضله فضل شیء، که بدانید که فضیلتی که این امر داره هیچ عملی به این فضیلت نمیرسد.
ببین اهمیت رو ببین، شرف رو ببینید. هیچ فضیلت، هیچ عملی نمیرسید به این، ولی حیف که مردم جاهلن و نمیشه اینا رو باز کرد. ابن عربی میگه بعد از این میگه ولو، حالا برمیگرده به اون بحث حضرت موسی علیه السلام، ولو نظرت فیما انتج الله من کلام الالهی لموسی، و اگر شما دقت کنید ببینید نظر داشته باشید به اون چیزهایی که خدا ایجاد کرد از جمله کلام الهی به حضرت موسی، کی حین خرج سائیا لاهله. بعضی یه موقع میپرسن مثلا ما چطوری سلوک کنیم؟ با این سلوک مهمیه اینجا. بعضی میپرسن چرا بیشتر داستان ها درباره حضرت موسی است در قرآن، خیلی زیاده. و اینا همه این داستان ها برنامه سلوک دارن. و از امام رضا علیه السلام وقتی پرسیدن گفتن چون این خط و داستان های حضرت موسی بلاها و ابتلاها و امتحانها و همینا پا به پا امت محمدی هم خواهند داشت. و لذا عبرت به ظاهر و باطن این داستان ها اینا اصلحاً برای ما امروز که این آزمایش ها رو قبول بشیم. میگه نگاه کن خدا اینطوری با حضرت موسی برخورد کرد وقتی کوشش کرد، سعی کرد برای اهلش. یادت میاد دیروز گفتیم وقتی خدا تعلیم داد به حضرت موسی اونجا درک کرد مقام زن رو. میگه وقتی درک کرد این مقام زن رو دیگه شروع کرد این کوشش و سعی برای زن، برای اهل آدم. یهو خدا صحبت کرد باش، ولی بعد از این کوشش ها بود. لما کانوا یحتاجون الی من النار. کوششش اینجا چی بود؟ اینا وقتی داشتن میرفتن دیگه از مدین خارج میشدن، شب بود، تاریک بود، سرد بود، خانم حامله بود، نزدیک زایمان بود. ایشون کوشش کرد برای نیاز داشتن به آتش. نهایت کوشش کرد که آتش پیدا کنه. تو این وادی کوشش یهو خدا میاد ارتباط برقرار میکنه با حضرت موسی. بعد ابن عربی میگه فبسعیه، به واسطه این سعی موسی علیه السلام علی عیالهی، بر اهلش، و استفراغهی، و این توهی کردن خود، خالی کردن خودش برای زن، برای عیالش، خودشو خالی کنه براش، کوششن یعنی چیز کنه. ناداه الحق، خدا صدایش زد. ببین اینا ظرافت های عجیبیه. حالا چون وقت نیست حالا اون داستان آیه به آیه آدم تو سوره طه و سوره قصص اینا رو واقعا باز کنه. ببین این اسلامه، این خطشه، افتخار اینه، این افتخاره برای ما. و کلمه و صحبت کرد با او. در چه ظرفی صحبت کرد با حضرت موسی؟ فی عین حاجتهی، در عین اون نیازی که داشت اون موقع. نیازش چی بود؟ برای زنش آتش بود. این آتش میخواست، هم و غمش آتش بود و فراهم آتش برای زنش در اون هوای سرد و اون نیازش در زایمان. و هی نار، اون نیازش آتش بود.
فقال له انبورک من فی النار و من حولها. و گفته شد به حضرت موسی که مبارک باد آن که در آتشه و آن که دور برها آتشه. آتش کی بود؟ آتش چی بود؟ اینجا بحث توحید خیلی داغ میشه، حالا الان وقتش نیست. لذا زحمت برای زن و کوشش اینا خیلی چیز مهمی هستن. مثلا دیروزم گفتم که اینو میگم که یا نفاق نباشه از طرف من، اینا یه چیزایی هست که من میگم واقعا عامل نیستم و واقعا با شرمندگی این فقط میخوام این تبلیغ بشه. اینا لذا شما هم بدونید یا خدا نکرده فکر نکنید عامل هستم تو این وادی. بعد ایشون میاد چون خدمت بزن مهمه، میاد از تجربیات خودش رو حالا باز میکنه. اینم خوندنی هست. ببینید یه بحثی هست در عرفان، این بحث استادی و مرشد و مراد و مرید، این بحث ها در عرفان و تو طریقت. آیا زن میتونه مرشد باشه برای دانشجوی مرد؟ میتونه والیه قرار بگیره؟ میتونه مرشده باشه؟ میتونه استادی بشه تو امور طریقتی و معنوی برای مرد؟ ابن عربی میگه چه اشکال داره؟ بحث خداست، بحث معنویته، بحث رسیدن به خدا. اینجا که تو معنویات هیچ مانعی نیست وقتی بحث رسیدن به خدا هست. به خود ابن عربی هم خیلی استادهای مؤنث و زن زیاد داشت. یکی از اونها رو تو فتوحات سه چهار تا رو اسم میبره، بیشتر داشت ولی سه چهار تا رو اسم میبره و حالاتشون رو بیان میکنه. میخوام یکی از اونها رو براتون در میان بگذارم. و خدمت انا به نفسی امرأة من المحبات العارفات بشبیلیه. میگه در اشبیلیه، یه شهری تو اسپانیا، من نفسم خدمت کرد به یک خانومی که استادم بود و از محبین الهی و از عرفا بود. یقال لها فاطمه بنت ابن المثنی القرطبی، اینم اسمش بود. خدمتها سنین، سالها من خدمت کردم به این زن. و هی تزید فی وقت خدمتی ایاها علی 95 سنه. اون ایامی که من داشتم بهش خدمت میکردم بیشتر از 95 سال عمر داشت زنه. و کنت استحی ان انظر الی وجهها، و من خجالت حیا میکردم در دیدن صورتش. 95 سالش بود. چرا؟ و هی فی هذا السن من حمرة خدیها و حسن نعمتها و جمالها تحسبها بنت 14 سنة من نعمتها و لطافتها. من خجالت میکشم از دیدن صورتش، چون وقتی میدیدم این گونه هاش سرخ بود و جمالاتی داشت و کأنه آدم میپنداشت که 14 ساله بود. این 14 ساله در لسان عرب اون زمان مثلا تو آمریکا میگن سویت 16، این یه چیزی شبیه اونه. ولی ببین مقامو ببینید که یه نفر که 95 سالشه، این یک زن 95 سال رو چطور میبینه؟ یه موقع شما مثلا ظاهرش رو میبینید و غرق اون ظاهر و چیزهایی که 95 ساله داره، خب دیگه غرق تو ظاهر هیچ بهره نمیبری. یه موقع باطن رو میبینید
باطن رو درک کنید دیگه 14 سال و 95 سال معنا نداره. خب اینه مقام. ما خودمون رو هی نگاه نکنیم. اینا چیزایی هست، پیام‌های دینی ما هست که از 1000 سال پیش عرفا از خودشون که نگفتن. شما اینجور متون رو 1600 سال پیش که نمیتونی پیدا کنید. اینا همه بعد از اسلام و روایات اومده. عرفا از خودشون که در نیاوردن. اینا بود و اینو گم شده. در طی این قرون ما فقط به ظاهر توجه کردیم. میگه و کان لها، این خانم حال مع الله، حالاتی داشت با خدا. و کانت تؤثرنی علی کل من یخدمها من امثالی، و امثال من که خدمت میکردیم به ایشون که مرشد استاد ما بود، ایشون من رو از همه ترجیح میداد، من ابن عربی. و تقول ما رأیت مثل فلان، من مثل، و این خانومه میگفت من مثل این من ندیدم. حالا اینجایی که از خودش تعریف میکنه ابن عربی. و یکی دو تا جمله داره، نمیخوام حالا خسته میکنم، بعد میرسه به اینجا. و سمعتها تقول، من شنیدم یه بار که این خانومه اینطور گفت عجبت لمن یقول انه یحب الله ولا یفرح به. این خانوم که استاد هست و از محبین عارفین ابن عربی میگه هست، میگه که من تعجب میکنم به اینهایی که میگن ما محبت داریم نسبت به خدا ولی خوشحال نیستن با خدا، خوشحالی نمی کنن با خدا، در حالی که و هو مشهوده، اینا مثلا مشهود خدا هستن، خودشون همه ما مشهود خداییم. عینه، چشمای خدا، الیه ناظرتون، خدا آن فآن ناظر بر ماست. این باید سبب فرح باشه. فی کل عین لا یغیب عنه، اینا قایم که نیستن از خدا، خدا آن فآن، لا یغیب عنه طرفت عین، آن فآن، خدا که داره اینا میبینه. اینا هیچ که قایم از خدا که هیچ قایم نیست. خب ببینید، بعد اینها ادعا میکنن ما محبین هستیم، ما عارف هستیم، ولی خوشحالی نمیکنن. فهؤلاء بکاؤون، تا گریه هم زیاد میکنن، ناله میکنن. کیف یدعون محبته و یبکون، چطور اینا محبت خدا رو ادعا میکنن ولی در حالی که گریه میکنن. اما یستحیون، اینا خجالت نمیکشن. بس این حضوره، در محضر خدا هستید. وقتی در محضر خدا هستید و مشکلاتی هم پیش بیاد، شما همین که میدونی خدا داره هی شما رو میبینه، همین که میدونی که همه امور برمیگرده به خدا، اینا یه نوع عشق بازی میکنن، اینا تسلیم خدا هستن. میگن به به چه خوب، جا برای ناله نیست، برای گریه نیست. یکی از توبه ها توبه اینجور افراده که وقتی مصیبت ها میره، اینجور افراد وقتی مصیبت میره، یه دردی میره و اینا بگن آخه الحمدلله، عرفا توبه میکنن از این آخه ها. چرا؟ چون میدونن که این مصیبت ها و این بلاها یک راه نزدیکی به خداست، یک راه تصفیه است که نزدیکتر به خدا بشی. و وقتی این مصیبت ها قطع میشه، یعنی راهت قطع شد، بعد ناراحت بشی، آخری نداره.
برای من و شما بله آخه داره و برای که ما طاقت نداریم، سخته برای ما. این نفسی بکشیم. یعنی توبه اینا از این تنفسه، از این نفس کشیدنه. والمحب اعظم الناس قربتا الی، محب از بهترین مرداست و نسبت به این قربت داشتن به خدا. فهو مشهوده، این محب و همه مشهود خدا هستیم. فعلا من یبکی، داره برای کی گریه میکنی تو؟ این هذه لعجوبه، این انصافا چیز عجیبیه. ثم تقول، بعد این خانوم مرشد گفت به من، لی تقول لی یا ولدی، پسرم، ما تقول فی ما اقول، این چیزی که من میگم تو چی میگی؟ اقول فاقول، من گفتم لها به او، یا امی القول قولک، قول حرف تو، حرف توه، من قبول دارم. قالت، بعد خانوم استاد ایشون گفت انی والله متعجبتون، به خدا قسم من متعجب هستم. لقد اعطانی حبیبی فاتحة الکتاب، میگه حبیب من، خدا به من اعطا کرد و فاتحه کتاب رو به من داد. تخدمونی، و این فاتحه الکتاب خدمت کرد به من. فوالله ما شغلتنی ان، و توی شاگرد من ابن عربی که بهترین شاگرد من بودی، منو مشغول نکردی از اون خدمات اون فاتحه الکتاب. فذلک الیوم عرفت مقام هذه المرأة، اون روز من ابن عربی درک کردم مقام این زن. لما قالت، به خاطر حرفی که گفت و حرفش اینه، ان فاتحه الکتاب لما قالت ان فاتحه الکتاب تخدمها، من مقامشو درک کردم به خاطر این حرفش که فاتحه الکتاب خدمت میکرد بهش. از این مشخص بود مقام این زن به کجا هست و به چه مقاماتی رسیده. فبینا نحن قعود اذ دخلت امرأتان، و زمانی که ما نشسته بودیم در نزد این زن، یک خانومی وارد شد. میخواد اینجا یه قصه نقل کنه، یک مثالی از این که چطور فاتحه الکتاب میتونه خدمت آدم باشه. فقالت لی، یه زن وارد شد و ما اونجا نشسته بودیم. این زنه اومد به من گفت که، قالت لی، به من ابن عربی که اونجا نشسته بودم، گفت یا اخی، ای برادر، ان زوجی فی شریش اخبرت انه یتزوج بها. میگه برادر، حالا اون استاد خانومه هم اونجا هست ولی خطاب به ابن عربی اینجاست. گفت که من شوهرم در شهر شریش هست، یه فاصله داشت با اون شهری که اینا توش بودن، و من آگاه شدم، به من خبر رسیده که در اون شهر رفت یک خانم دیگر رو اختیار کرد. فماذا ترا، تو چی میگی ابن عربی، نظر تو چیه؟ قلت لها، من ابن عربی به اون زنه گفتم، و تریدین ای یصل، تو میخوای که اون به تو برگرده، به تو وصل بشه؟ قالت، زنه گفت نعم، بله همینو میخوام. فرددت وجهی الی العجوز،
بعد من صورتم رو دور زدم به اون پیرزن که استادم هست و قلت لها یا بهش گفتم ای مادر، این مادر روحانی، الا تسمعین ما تقول هذه المرأة، تو نمیشنوی این خانم چه درخواستی داره، چی میخواد؟ قالت و ما تريد یا ولدی، تو چی میخوای پسرم، چی میخوای از من؟ قلت، من گفتم قضاء حاجتها، این قضای حاجت این زن رو من از تو میخوام. فی هذا الوقت، در این همین الان اینو میخوام قضای حاجت بشه. و حاجتی ای یأتی زوجها، و حاجت من این هست که این زوج این زن رو بیاد. فقالت، این استاد خانم مرشده گفت السمع و طاعت، چشم، سمعا و طاعتا، اینو من انجام میدم. انی، خانومه میگفت استاده، ابعث الی به فاتحة الکتاب، من میام و میفرستم به سوی اون شوهره، فاتحة الکتاب رو میفرستم به سمت اون شوهر که الان در یه شهر دیگه است. و اوصیها ان تجیء به زوج هذا المرأة، و توصیهش میکنم و امر میکنم به فاتحة الکتاب که این شوهر این زن رو برگردونه، بیاره. و انشأت، و شروع کرد به خوندن فاتحة الکتاب، شروع کرد به خوندن فاتحة الکتاب. فقرأتها، و قرائت کرد سوره رو. قرأت معها، من ابن عربی هم سوره رو قرائت کردم همراه با او. فعلمت مقامها عند قرائتها الفاتحه، وقتی ایشون داشت میخوند فاتحة الکتاب رو من درک کردم مقامش رو. این یه قرائت و خواندن خاصی بود. و ذالک انها تنشیها به قرائتها صورتا مجسدتا هوائیتا فتبعثها عند ذالک. در اون وقتی ایشون داشت قرائت میکرد فاتحة الکتاب رو، یک صورت مثالی جسمدار هویدا داشت میشد. مثلا تو خواب ما چطور ما یه شخصی رو میبینیم تو خواب، یه صورتی داره، یه جسمی هم داره، دست و پا داره، ولی مثالیه. اینجا وقتی ایشون داشت قرائت میکرد فاتحة الکتاب رو و میخواند، همچین صورتی هویدا شد. حالا اینو با این چشم نمیشه دید، حالا ابن عربی دید، حالا راهی گوناگون داره، یا اون خانمه اجازه داد که ایشون چشم بصیرتش باز بشه، یا خودش چشم بصیرتش باز بود. فلما انشأتها، وقتی داشت این خانم انشا میکرد فاتحة الکتاب رو صورتاً، به گونه صورت، فسمعتها تقول لها یا فاتحة الکتاب، من شنیدم که اشاره به مخاطب کرد به خطاب به این صورت، گفت ای فاتحة الکتاب، تروحی، برو الی شریش، به این شهر، و تجیعنی به زوج هذه المرأة، و بیار پلو من زوج این زن رو. ولا تترکیه حتی تجیعی به، و
ترک نکن تا اینکه بیاریش اینجا، ولش نکن. فلم یلبث الا قدر مسافت طریق من مجیعه، زمانی نگذشت، زمانی که این مسافت اقتضا میکرد، فوصل الی اهله، مرده وصل شد، اون شوهره به این زن خانومش، اهلش. این اتفاق افتاد و کانت تضرب بالدف، خانم شروع کرد به دف زدن. همین استاده، دف یه آلت خاصی موسیقی هست. و تفرح، و خوشحال شد. فکنت اقول لها فی ذالک، من ابن عربیش گفتم چه خبری، چی شد؟ درسته شوهرش برگشت، چرا این دف زدن به خاطر چیه این خوشحالی؟ او گفت به من فتقول لی انی افرح به، من خوشحالم از این موضوع. چرا خوشحاله؟ حیث اعتنا بی و جعلنی من اولیائه، چون خدا به من اعتنا کرد و منو قرار داد از اولیاءش، از نزدیکانش، اونا که قرب دارن. ولی اینه معناش، اونا که قرب الهی دارن. از این دف میزنم، از این سرور و فرح دارم، من نزدیک او هم، من با اون نزدیکم، او به من اعتنا میکنه، حواسش با منه. من اولیایی واستنعنی لنفسه، و منو برای خودش اختیار کرد یا ساخت، صنعت کرد، منو برای خودش ساخت. و من انا حتی یختارنی هذا السید علی ابناء جنسی، و منو اختیار کرد بر هم جنس خودم. و عزت صاحبی، و قسم به عزت یارم، به خدا، لقد یغار علی غیرتن، که ما اسفا، یه غیرتی به من داره. بحث کفر بود از نوع خوبش، اونجا گفتیم والله غیور، اینجا این یکم پیدا میشه. گفت یه غیرتی، والله قسم، یه غیرتی بر من داره خدا که اصلا قابل توصیف نیست. یک کم حالا میخواد اینو باز کنه. ما التفت الى شیء باعتماد علی عن غفلة الا اصابنی به بلاء فی ذالک، میخواد غیرت رو نشون بده که خدا اولیایشو میزون میکنه، نگه میداره. میگه من به هیچ چیزی توجه نکردم که اعتمادی به آن بکنم یا توجهم بره به اون، حتی اگر غفلتاً باشه. و اگر هر وقتی این شد ولو غفلتاً که توجه اعتمادم به غیر خدا بشه، اینجا الا اصابنی به بلاء فی ذالک، فوراً به سبب این التفات یه بلایی سر من آمد، یه بلایی سر من آمد. ببین چه مقامی، چه نزدیکی این افراد دارن. بعد آخرش میگه فما زلت اخدمها به نفسی، و من نفسم رو پیوسته در خدمت ایشون بودم. و بنیت له بیتا من قصب به یدی، و من ابن عربی شاگرد همچین مقام، همچین زن که استاد من بود، خودم یه خونه براش درست کردم. وقتی آدم درک کنه یه نفر استاد و اینو میرسونه به خدا، خب این همه جونشو میده براش، این مادرشه، مادر روحانی.
میگه با دست خودم از نی یه خونه براش ساختم علا قدر قامتها، اون که تجملی نیست اما به قدر قامتش براش اونجا ساختم. فما زادت فیه حتی درجت، و ایشون همیشه اونجا زندگی میکرد تا اینکه مرد. و کانت تقول لی، به من میگفت که انا امک، من مادر تو هستم، امک الهی، مادر الهیتم. و نور امک الترابی، نور که اسم مادر ابن عربی بود، گفت اون مادر ترابی تو هست، من مادر روحانیتم. این نسبت به پدرم همچین تقسیمی ما داریم. و اذا جاءت والدتی الی زیارتها، وقتی مادر من میرفت زیارت این بانو مرشده استاد، تقول لها، این مرشد به مادرم میگفت یا نور، این نور که اسمش بود، هذا ولدی، این ابن عربی این پسر منه، و هو ابوک، و پدر توه، فبریه ولا تعقی یا تعقی، حالا هر دو جور میشه ولی تعقی، به این خوبی کن و نافرمانیشو نکن. خب ببین این داستانی هم عوض میشه، اینه دید عرفای ما. ولی حالا شما یه دید فقط حیوانی مثلا داشته باشید یا فقط فقهی داشته باشید نسبت به زن و توجه نکنید به این ابعاد باطنی، خب محدود کردید خودتون رو، محدود کردید نفستون رو، تعالی روحتون رو. این آموزه ها بالاخره مهمه. غفلت و بی توجه به اینها درست نیست. خب صلی الله علی محمد و آل الطاهرین. اللهم صل علی محمد. اجازه می‌فرمایید؟ بله. خواهش می‌کنم. اون من